یه سوال کرد گفت یا علی چرا هرچی ازت میپرسن زود میگی؟ یه خورده فکر کن. از دنیا میپرسن میگی، از عقبا میپرسن میگی، از زمین میپرسن میگی، از سماوات میپرسن میگی، از شرق میپرسن میگی، از غرب میپرسن میگی. بابا یه خورده فکر کن جواب بده. مولای عوالم سید المظلومین امیرالمومنین فرمود این چند تا؟ عمر گفت 5 تا. مولا گفت فکر کن جواب بده. عمر گفت آقا فکر نمیخواد، این واضحه. مولا فرمود عالم وجود جلو من اینجوریه، عالم وجود جلو من واضحه، به چی فکر کنم و جواب بدم؟ پادشاهی که کنیزش خاک را زر می کند، رزق این حد اقل را حد اکثر می کند. خضر پیغمبر نشسته گوشه ای و سالها، روز و شب در مدح مولا شعر از بر می کند. راه مسجد بسته شد بر دیگران، چون که خدا هر عبادت را قبول از راه حیدر می کند. گوشه ای از مسجد کوفه سحر قبل نماز می نشیند رزق عالم را مقرر. غالبا هم کارهای پیش پا افتاده را در نبود مرد صاحب خانه نوکر می کند. روزهایی که علی مشغول صحبت با خداست، معجزاتش را به اذن الله قنبر می کند.